سلام، به چنل آشپزی با هستی خوش اومدین. بریم با هم یه دسر میوه خوشمزه درست کنیم. سیب و گلابی میشوییمشون قشنگ، بعد تیکه تیکه میکنیم، خوب میکنیم. ویدیو ما رو تا آخر دنبال کنین و با ما همراه باشین. تیکه های خرابش رو جدا میکنیم. سعی میکنیم شکلمون یه اندازه مربع. این دسر برای کودکانتون خیلی خوبه، مخصوصا برای شبا. چون پر از ویتامینه، هم سیب هم گلابی. خب موادمون رو داخل ظرف می‌ریزیم. حالا گلابیمون وسطش رو در میاریم. اضافیاش هم در میاریم. بعد خوردش میکنیم. البته با پوست باشه بهتره. با پوست فایده های میوه بیشتر توش میده، هم خوشمزه تر و شیرین تر. الانم که فصل اینجا. اینم داخل یه ظرف میریزیم. یه لیوان میذاریم، نصف گلابی، نصف سیب و شیرمون هم میریزیم داخلش. البته ریختم. اگه ما رو توی آپارات میبینی لایک و دنبال کنین. اگرم یوتیوب میبینی چنل ما رو ساب کنین. ممنون از حمایتتون. مرسی از نگاه زیباتون.